بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و العاقبة لأهل التقوى و المغفرة و الیقین. خداوندا به تو پناه میبرم از آنچه که بدان علم ندارم، از تو درخواست نمایم و به تو پناه میبرم از آنچه که با اندیشه ام بیگانه است بر زبان جاری نمایم. رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم. باران سلام و درود و رحمت بیکران ما بر آستان قدسی رسول خوبی ها محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و خاندان پاک و پاکیزه اش، تا از سیلاب ناشی این سلام ها و درود ها وجود خشکیده ما جانی دوباره یابد و احیا شود. شب و روز سپری شد و به شب تاسوعا رسیدیم. در فرهنگ مردم عراق روز 8 یوم العباسه. حالا شاید به واسطه اون قحطی آب، اون فشارها که میدونید در زنجان هم به تبعیت از همون امروز یوم العباس بوده. حالا در فرهنگ عام تاسوعا رو یوم العباس خوندند، از اون جهت که در این روز امان نامه به جناب ابوالفضل عباس داده شد و ایشون پای برادر ماند و ترک سپاه نکرد. درجات ایمانی خودش رو در بحبوحه میدان نشان میده، در میانه میدان نقش آفرینی میکنه. لذا ایمان ابوالفضل العباس به اون اولویتی رسیده بود که میداند عاقبت نبرد چیست، اما امان نامه پاره میکند نو ایمانی. چه کسانی که اسبان خودشون رو پنهان کرده بودند در اطراف خیام حسینی که اگر قافیه تنگ آمد ابزار فرار رو داشته باشه. این ویژگی، این نگاه. عاشورا ما رو باید متحول ایمانی کند، نه متوقف عادات ایمانی. عاشورا باید ما را متحول ایمانی کند، نه متوقف عادات ایمانی. دقت دارین؟ اینو در گوشی یادداشت بکنید. عاشورا ما رو باید متحول ایمانی کند، نه متوقف در عادات ایمانی. بازندگان این میدان کسانی بودند که در عادات ایمانی توقف کرده بودند. لذا ما در مدرسه نو ایمانی به دنبال تحول ایمان هستیم، در باور، در اعتقاد. تحولی نه از باب تحول کمی که شما به تعداد اضافه کنید، بلکه تحولی از باب تحول کیفی، از باب تحول کیفیتی، نه از باب تحول کمی. و در جمله وزادتهم ایمانا اشاره به زیادی از همین باب
زیادی کیفیتی هست، زیادی کیفیتی هست. و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. این ویژگی زادتهم ایمانا. پس در مدرسه نو ایمانی به دنبال تحول ایمانیم. تحول نه از حیث تعداد، از حیث کمیت. نماز شب رو میخونی؟ خب به تو چه که من نماز شب میخونم یا نمیخونم؟ نماز صبح کی میخونی؟ نافله رو خوندی؟ اینو خوندی؟ از مناسک افراد چرا پرسش میکنی؟ همین یعنی در حوزه اندیشه تو در شاغل اندازه‌گیری ایمان شاغل کمیتیه. اگر کمیتی باشه شاغل که خب چه بسا نماز مستحب خوانهای سپاه عمر بن سعد، سپاه اموی به مراتب بیشتر بوده. پس تحول ایمان از باب کیفیت نه از باب کمیت، این مقبوله. و زادت هم ایمانا، ایمانشون زیادت پیدا میکنه. اینی که قرآن میگه زیادت از چی؟ از لحاظ تعداد نمازهاشون بیشتر میشه، ذکرشون بیشتر میشه، ذکر زبانشون بیشتر میشه، نه کیفیت ایمان میره بالا. ببین چه مقارنت زیبایی این بحث تحول ایمانی با این شب متعلق به جناب ابوالفضل عباس شد. کیفیت ایمان عباس قوی بود که پشت به اون امان نامه میکنه. پس در نو ایمانی به دنبال تحول ایمانیم و تحول ایمان از باب کیفیت نه از باب کمیت. عموماً کسانی که سراغ کمیت میرن بازندگان میدانن، نه قاطبش اما اکثریتش، نه تمامش اما اکثریتش. این ویژگی در سوره انفال آیه 2 میگه لهم درجاتون عند ربهم. اینها درجات مختلفی دارن نزد پروردگار. این درجات مختلف هم اشاره داره نه به گروه های متفاوت، نه به گروه های متعدد، بلکه این درجات از باب کمیات نیست بلکه از باب کیفیاته. این رو باید توجه داشته باشیم. لهم درجاتون عند ربهم، درجاتون عند ربهم. این گروه ها و این ویژگی ها از باب کمیت نیست بلکه از باب کیفیته. یعنی دارای درجات مختلفی میشن نزد پروردگار از باب کیفیتی که در حوزه ایمان دارن.
همون برمیگرده مباحثی رو که در شبای اول داشتیم، یعنی در اون نردبانی رو که تشبیه کرده روایت که از باب نردبان ترقی ایمانی است، اینها در پله های بالاتر ایستادن با کیفیت قوام داره، مثل ماستی رو که انسان میخره از یک شرکت متفرقه، میگن به اصطلاح این پشت نداره، یعنی اون چربیش، اون مایه‌ای که زدن، اون شیری که ازش استفاده کردن، اون قوام رو نداشته. لهم درجاتون عند ربهم. ایمان انسان باید از باب کیفیتی قوام داشته باشه. لذا یکی با 6 عدد خرما در جریان عاشورا، همونی که نماز میخوند میبازه، در صف شمشیر زنندگان و ندای حق قرار میگیره. یکی چون ابوالفضل العباس امان نامه بهش میدن، هم جانت در امانه، نه تو، فرزندان تو، برادران تو، جایگاه ویژه‌ای هم بهت میدیم در حکومت اموی، فقط برگرد بیا. لهم درجاتون عند ربهم. اونقدر کیفیت داشت که جان سپردن و جان دادن و نقش بر زمین شدن و فرق سر اینا در منظومه این آدم نمیاد. من پشت کنم به پیام حق. این میشود ایمان با کیفیت. ایمان با کیفیت، اگرچه این روایت میگن روایت ضعیفیه، ولی جمله زیباییه. کل یوم عاشورا کل ارض کربلا. ضعیفه، از این حیث ضعیفه که متقن منبعش موثق نیست، ولی اللحاظ مفهومی جمله زیباییه. یعنی همه روز عاشوراست، همه زمین کربلاست. یعنی همه روز روز سنجش کیفیت ایمانه، نه کمیت ایمان. اون فقیری که رد میشه، اون فامیل دردمندی رو که داری میبینی، اون صبری که باید در هنگام خشم داشته باشی، اون پاسخ درستی رو که به یه پرسش کننده نادان باید داشته باشی، اون نگاه مهربانانه‌ای که به عالم باید داشته باشی. دین همه منظومش همینه دیگه. حتما باید یه صفی تشکیل بشه، یه عده شمشیر بلند کنن، یه عده شمشیر این ور بلند کنن که تو مثلا ایمانت اونجا سنجیده بشه. ایمانت همون جاییه که گرمای آفتاب، راننده تاکسی، داری پیاده میشی، تو گرم اون گرم، این در رو آروم بستی، یعنی با ایمان با کیفیتی داری. اگه جوری میبندی که هم حرصمون رو در میاری، هم باعث تنش میشه، اینجا شک کن در تعاملت. صبوری که در شنفتن داشته باشه انسان، به موقع گارد نگیره، اینها همون کیفیت ایمان در سبک زندگی روز اینجا معنا پیدا میکنه. کل یوم عاشورا کل ارض کربلا. یه بحث عمیق فلسفی که از آگوستین مسیحی گرفته، کیرکگور گرفته، امیرالمومنین گفته، یه بحث عمیق رو دارم با شما این شبها در میون میذارم، برای اینکه برخی از بزرگواران مخاطب تک جلسه ای هستند، یعنی اونا رو هم باید دریابی که عقب نیفتند از محتوا. یعنی هم سلسله بحث رو داری میگی، همین که اون عزیزانی که مهمانن هم
به نوعی بی محابا نشینن بحث رو نگاه کنن، وسط سریال اومدن ولی خب باید سهمشون رو ببرن. حالا میخوایم به کیفیت ایمان برسیم. چگونه میتونیم به این کیفیت برسیم؟ عرض کردم در شبای اول خصوصیت ذهنی، فضیلت زیستی، یک سری از موارد به عنوان فضائل ما ازش یاد میکنیم، مثل حسن خلق، مثل مدارا، مثل کمک به دردمندان، مثل کظم غیظ، مثل صبوری و موارد دیگه که همه رو از من بلدترید. این که انسان هممون بلدیم ولی عاملیم، اون یه بحث دیگه است. لذا میگن این لهم درجاتون عند ربهم، این طایفه مؤمنین که درجات مختلفی دارن. ای کهن ایماندارها، ای اونایی که فقط برای مسلمانی یک چهارچوب بسته قرار دادی، بخچه نماز رو باز میکنی میبندی، یا به اصطلاح مسلمان شناسنامه‌ای هستی. حواست باشه اونایی که در برابر ابی عبدالله قرار گرفتن مسلمانان شناسنامه‌ای بودن، نه مؤمنان قلبی. مسلمان شناسنامه‌ای سر بزنگا جا خالی میده، جا خالی میکنه. تماشاچی قدری میشه. لهم درجاتون عند ربهم، اینها از لحاظ کیفیت گروه های مختلفی هست. یک، وزادتهم ایمانا. ایمان مگه ظرف آبیه بریزی روش اضافه بشه؟ نه، زادتهم ایمانا از باب کیفیت. چه کار کنیم به این کیفیت برسیم، این تحول برسیم، این نوع ایمانی رو در خودمون پیاده کنیم؟ آوردن که باید یاری بگیری از فضائل اخلاقی و کمالات انسانی. هر آنچه که از فضیلت در وجودت رشد بدی، این میشه رشد ایمان و زادتهم ایمانا. هرچه از کمالات انسانی بهش آراسته بشی، میشی و زادتهم ایمانا. هرچه از رذائل از خودت بزدایی، این میشه پالایش. چرا نام بحث ما گذاشتیم مدرسه نوعیمانی؟ مدرسه کارش چیه؟ نادان تحویل میگیره، دانا تحویل میده. الفبا بلد نیست، الفبا بهش یاد میده. بعد علوم یاد میده، بعد ادبیات یاد میده، میره بالاتر زیست یاد میده، فیزیک یاد میده، شیمی یاد میده، ریاضی یاد میده. نادانه به هر مرتبه‌ای. میره بالاتر هندسه یاد میده، جبر یاد میده، تا اینکه خودش به یک منظومه ای از دانایی برسه که بخواد راه زندگی خودش رو بر اساس سلیقش انتخاب کنه. فرای حالا روزگاری که پدرها و مادرها به زور فرزندان رو خلاف سلیقشون سوق میدادن به سمت رشته‌ای که یا با پسگرا میشد، درجا میزد پشت اون رشته، یا به زور نمرات پایین عبور میکرد و یک عنوانی رو حمل میکرد، آخرم هیچی. اما اگر اون سلیقه خودش، توان خودش، ذوق خودش که بر منظومه دانایی پیدا کنه و جنبه حمایتی داشته باشه، اون به یک رشد بالایی میرسه. پس مدرسه محل ریزش نادانی و جهل
و محل رویش دانایی و علمه. و لذا مدرسه نو ایمانی یعنی رویش ایمان، رویش کیفیت ایمان که با مرور وقایع عاشورا این گریستن ها خوبه، ولی گریستنی که حال تو، قلب تو، دل تو از بغض و خستگی روزگار و از دل گرفتگی خالی بکنه، و حظتو بردی و سلام برو. اما چه میزان به کیفیتت اضافه کرد؟ چرا الان این جلسات پاسخگوی نسل جوان نیست؟ چرا ایستگاه صلواتی ها رونقش بیشتر از مجالسه؟ چون مجالس توان تغذیه نداره که پرسش هاشو جواب بده. اونم که میره اونجا یه سرگرمی و یه عشق و محبتی داره که یه آبی بده و یه چایی بده و باز هدفی رو دنبال نمیکنه. پس جلسات حسین بن علی من باب مدرسه باید ریزش جهل باشه، رویش دانایی باشه. جایی دیدید که رویش نداره بدون قطعاً سختم میاد بگم خیمگاه رقیب حسینه، نه خیمگاه محامی حسین. چون محامی حسین کسی جز ابوالفضل عباس نبود، کسی با کیفیت ایمانی که توانست در برابر وسوسه های نفسانی و دنیایی نه بگه. خیمه‌ای که توش چشم و همچشمی و خیمه‌ای که توش بزن و بگیر و خیمه‌ای که توش فحش و درگیری به اسم حسین بلنده، اون خیمه ابوالفضل پرور نمیشه. درسته؟ اینو ما کی میگفتیم؟ 85 86 باید شهادت بدن دونه. اصلا صوت موجوده، صوت ها موجوده، همینجور این دوربین با ما بوده، همینجور این صدا هم ضبط شده. این روزها رو ما میدیدیم. حالا 2 تا 3 تا جلسه ای که حالا با یه تنظیماتی و با یه تبلیغاتی و با یک در حال اینا رو میفهمیم دیگه. درست است، اونو نباید شاغل قرار داد. اما منظومه ایه که باید عزیز پرور باشه. عزیز از لحاظ ایمان با کیفیت. لذا اگر میخوایم به اون کیفیت ایمانی برسیم، باید به فضائل انسانی و ملکات اخلاقی روی بیاریم. پروروندن اونها یعنی دستیابی به ایمان با کیفیت، یعنی نو ایمانی کردن. لذا اونجاست میگه بیزارم از اون کهنه خدایی که تو داری، یعنی اون خدایی که ناطاقتی رو برای انسان بیاره، در برابر سختی انسان صبر نداشته باشه، بیتاب باشه، فحاش باشه، دروغگو باشه، رباخوار باشه، ظالم باشه، غیبت کن باشه. خب مردشور این خدایی رو ببره که تو به اون ایمان داری. این چه خداییه که تو داری؟ این چه ایمانیه که تو داری؟ لذا کافرم به اون خدایی که تو داری. این شعر همینو میگه. خدایی که داره ترویج این همه بد اخلاقی میکنه. درست. پس ما نیازمندیم که نفس خودمون رو، جان خودمون رو، وجود خودمون رو رشد بدیم، توسعه بدیم به واسطه
تعالی اخلاقی به واسطه تکامل روحی و معنوی، به واسطه رشد فضائل انسانی برای پرورش ایمان، برای اینکه دچار تحول بشیم نه دچار توقف. لذا برای مؤمنین سطوح مختلف آورده. همون روایتی که آوردن اگر از میزان ایمان سلمان ابوذر متوجه میشد، ابوذر کافر میشد. یعنی توان حمل ندارند ولی هر دو مؤمنند. حالا نگید به من نقد بکنید، پس بله هر دو مؤمنند، چون در اون نردبان ایمان قرار گرفتند. ابوذر که بی اخلاق نبود، بد اخلاق نبود، دروغگو نبود، رباخور نبود، فحاش نبود. سطح کیفیت ایمان سلمان سطح کیفیت بالایی بود. ابوذر هم مؤمن با کیفیتی بود ولی یارای رسیدن به اون سطح رو نداشت. و اگر اون سطح فهم از سلمان رو آوردند که دریافت میکرد، به عبارتی کافر میشد. این فرق میکنه این دو نفر مقایسهشون با کسی که اصلا این نردبان ایمان باشه، او دورترها از این نردبان ایستاده. تو اصلا در دایره ایمان نایستادی که بخوایم اصلا تو رو با این فاکتور بسنجیم که بگیم ایمانت کیفیت داره یا نداره. آیا نمیتونی برسی؟ قطعا میتونی. باید نوع ایمانی کنی. چه کار کنی؟ اون باورهای کلیشه‌ای رو بریزی و متمسک و زیبنده به منظومه زیبای ایمان عملی بشی. یکی از برجسته ترین صفات مرتبط با ایمان که خیلی شاخصه، خیلی کمک دهنده است، توسعه دهنده است، تقواست. تقوا چیه؟ چی هست؟ ایمانه؟ نه. تقوا چیه؟ نه. الذین، نه، صفت مرتبط با ایمانه. الذین آمنوا و کانوا یتقون. تقوا یعنی گردن کشیده برای مراقبت کردن جهت حفظ ایمان، نه ترس برای حفظ ایمان. چطور یکی میخواد صحنه ای رو نگاه کنه گردن میکشه؟ او گردن میکشه که ببینه چه تیری میخواد بزنه ایمان منو بگیره، من مراقبت کنم از ایمان. تقوا یعنی پاسبانی، تقوا یعنی مراقبت. برای همه درجات کمال انسان این تقوا وجود داره، ولی یک تقوا می شود تقوا از جنس تقوای ابوالفضل عباس. با شهامت و صلابت می گوید نه، یه تقوا می شود از تقوای اون پرده نشینانی که صحنه رو مناظره کردن، نگاه کردن، اما نه توان یاری داشتند نه توان دشمنی. این قعود کنندگان بیچاره که عرض کردم در جلسه صبح که اگر لعنشون کسی نکنه تمجیدشون هم نمی کنه.
مثل عبدالله ابن عمر، مثل محمد ابن حنفی، مثل و این قعود کنندگانی که حضرت رو یاری نکردند، تماشاچی بودند، تازه توصیه هم میکردن نرو، یعنی برای امام حق دیکته هم میگفتند، خودشون رو ناصح میدیدند. درسته؟ هست در جا میفته، خودشون رو ناصح میدیدند. از این آدم ها خیلی زیاده. الذین آمنوا و کانوا یتقون، به درجه ایمان، به رشد و تحول در ایمان نمیرسه مگر اهل تقوا باشه. تقوا صفت ویژه یک طایفه از مؤمنینه؟ بله؟ خیر، همه درجات مؤمنین تقوا دارند، اما شدت و ضعف داره، ینقص و یزید. هرچه تقوا شدتش بیشتر، کیفیت ایمان بفرمایید بیشتر. پس تقوا مال اوصاف خاصه طبقه معینی از مؤمنین نیست. نمیتونیم بگیم اونی که ایمانش ضعیفتره بی تقواست. نه، تقوا دارند، این بده، اما شدت و ضعف داره. لذا باید این صفت رو در خودمون توسعه بدیم. این صفت یعنی دائم رصد کردن شرایط، یعنی بی توجه نبودن از سبک زیست که در لحظه بزنگاه تصمیم نادرست نگیریم. لذا در قرآن هم در آیات مختلف اینها رو به گونه ای توصیف نمی‌کنه که شامل یک طبقه خاصی از مؤمنین باشه. تقوا دارن، شدت و ضعفه، مثل خورشتی که در کاسه های مختلف ریخته شده، اما اون منظومه ای از مایه اصلی این خورشت رو که باید داشته باشه در یک کاسه بیشتره، در یک کاسه کمتره، ولی شما به همه کاسه ها میگی کاسه خورشت فلان، به همه لیوان ها میگی لیوان آب، در یکی معذرت میخوام لیوان شربت، حالا در یکی شیرینیش بیشتره، در یکی شیرینیش کمتره. تقوا نه در زمین نه در آسمان، تقوا جایگاهش در درون انسانه، در قلب انسانه. اون بینش عمیق درونیه برای رصد. دنبال کدوم راهش میخوای بگردی که بگی من تقوام؟ نمیتونی از دکونی بخری، از دکان قلبت باید بخری. به درونت رصد کن، نظر کن، ببین چند مرده حلاجی، چقدر در مسیر زندگی مراقبت داری، تقوا داری. فکر می‌کنی فلانی با تقواه، شاخصت چیه؟ مسجدش درک نمیشه، نگفتن به ما همچین چیزی، نمازش قضا نمیشه. تقوا مراقبت در همه حالات زندگی، عبادت بخشی از زندگی انسانه، امانت هم مهمه، صداقت هم مهمه. چرا همش عبادت؟ چه عبادت پیشگان جاهلی که
مگه امیرالمومنین این روایت رو بارها در جلسات مختلف و 2 تن کمر منو شکوندن. عالم فاسق، جاهل عبادت پیشه. آخ امان از این عبادت پیشگان نادان. حکم ارتداد تو به دقیقه ای صادر میکنن. همین جاهلان عبادت پیشه در صفه مقابل سید الشهدا صف کشی کرده بودن. چقدر اوج نادانی انسان باشه که شما که فتوا دادید حسین پسر فاطمه دختر پیغمبر رو ما بکشیم، شمشیر و نیزه تمام شده، چه کار کنیم؟ چقدر نادان. فتوا میگیرن اونایی که همش دائم استفتاء میکنن. مثلا سنگ و کلوخ که هست، با سنگ بزنید که به بهشت برید. اون قوم هایی که به راحتی آدم ها رو، آبروشون رو، عرضشون رو، اینها رو حلال میکنن. در آیه 69 سوره نساء چی میفرماید؟ و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. 4 گروه رو نام میبره. چهار گروهی که از درجه بالایی از ایمان برخوردارند. پیامبران، صدیقین، شهدا و صالحین. این 4 گروه از درجه بالای ایمان هستند. پیامبران از اون حیث که امانتدار خوبی از پیام‌های پروردگاران. از این جهت نگاه کنید. الان مثلا یکی بگه پیامبران، چرا پیامبران؟ برگزیده خداوند دعوت به حق میکنه. و من اینجور میفهمم پیامبران از اون حیث که امانتدار پروردگارن. دقت دارید؟ صدیقین چون اهل صداقت و راستگویی هستند، دوستان پروردگارند. شهدا جان گذشتگانند، دلبسته دنیا نیستند. در این قعر چای مخوف دنیا واداده نشدند. و صالحین اعمالشون فرای ادعاشونه. این میشه ایمان واقعی. یعنی دنبال عملند تا ادعا. کیا صف کشیده بودن در برابر ابا عبدالله؟ مدعیان بی عمل. درسته؟ مدعیان بی عمل، ظاهر پرستان مناسک، ظاهر دین رو گرفتن نه باطن دین. لذا درجه بالایی از ایمان اینها برخوردارند. و حسن اولئک رفیقا. اینها نیکو رفیقانی هستند که انسان از معاشرت و همنشینی با اینها میتونه خودش رو یک پله در نردبان تحول ایمانی بکشه بالا. پیامبران، صدیقین، شهدا، صالحین. این بازی ها هم باید گذاشت کنار. نمیدونم عکس شهید رو بزنه، این عکس تو رو بالا نمیبره، عمل تو رو بالا میبره.
بازی های فکری روانیه. اونایی که در برابر حسین ابن علی واسطاده بودن همراهشون قرآن داشتن. تو حالا عکس میزنی. اینا خوب رفیقانی هستن، نیکو رفیقانی هستن که میتونن انسان رو تعالی بدن، رشد بدن، بالا ببرند. و شاخصه خوب رفاقت با اینها در یک منظومه میاد. پیامبران که هستند، صدیقین که هستند، شهدا که هستند، صالحین که هستند، همه این منظومه‌ای که عرض کردم، چگونه اینا به این مقام‌های چهارگانه نائل شدند؟ من یطع الله و رسول، یعنی همه در همون سرآمد گروهیشون اطاعت از خدا داشتن، اطاعت از پیغمبر داشتن. چشم، ذوقی انتخاب نکردن. چشم، هر چه تو بگی. حالا ماها که پیغمبر که نیستیم که قطعا نقص داریم، اما این نواقص از چه جنسیه؟ یک زمان نواقص ما در حوزه ایمان از باب تحلیل و پافشاریه که چون خودمون اینطور میپسندیم اینو بار بر دین میکنیم. فی بطونهم نارا. با این گروه حرفی نداریم، اما کم داریم، نقص داریم. تلاش کردیم، نتونستیم اون منظومه رو پیاده بکنیم و حالت پشیمانی هم داریم برای جبران. تا اینجا خوبه، خیلی هم خوبه. سخن از مدرسه است. مدرسه قرار نقص بریزه، کمال رو رشد بده. اگر این نقص دیگه شیوه شد و توسعه پیدا کرد، آرام آرام اون حالت پشیمانیش هم دیگه از بین میره، این کم کم به اون دسته زمره اول برمیگرده که با پافشاریشون بر شیوه این طریقت میخوان بار بردین کنن. آروم خروجیش همون میشه. اینها هم حالت خطرناکی. پس نقص رو که دریافت کرد باید تلاش کنه برای اصلاحش، بهبودش، برای رشدش، برای پالایشش. لذا این 4 گروه رو اومده برای ما الگو قرار داده. این 4 گروه چه الگوییه؟ این که امانت دار باشیم، این که راستگو و صادق باشیم، این که به عبارتی از جان گذشته باشیم، این که صالحین. عمل با ادعامون تطبیق داشته باشه. درست شد؟ عمل با ادعا تطبیق داشته باشه. میگه اگر بتونی این 4 تا رو خوب توسعه بدی، برنده میدانی. اینها رو هم پیدا کن، در کنار اینها قرار بگیر. اولئک و حسن اولئک رفیقا. اینا خوب دوستایی هستن. این طائفه میتونه درجات ایمان شما رو رشد بده.
حتی رعایت تقوا هستید دیگه. سخن از چی بود؟ زادت هم ایمانا. سخن از طایفه هایی بود که لهم درجاتون عند ربهم. یه شاخصه هایی داره، اون شاخصش یکی تقواست. تقوا هم اومد آیه به ما گفت سراغ این 4 گروه برید بتونید خودتون رو رشد بدید. جای دیگه میفرماید که رعایت تقوا باید ملازم با افزایش ایمان میشه، منجر میشه و زمین ساز نوری میشه که انسان میتونه با اون نور رشد پیدا کنه. اون نور میشه چراغ، میشه بینش. مجبورم یه ذره عامیانه مثال بزنم. حلوا درست میکنی، غذا درست میکنی، بلد نباشی بار اول نواقصی داره. درست است؟ از اول پزنده ماهر که نبودید، با تمرین رخ داد. چشم بسته الان به اون مادران بگن فلان خورشت رو درست کن، چشمشو ببندن، این مواد لازم رو بگذارن، به همون کیفیت میتونه درست کنه یا نه؟ بعد 30 سال 20 سال تا به من ناوارد بدن. چشم بسته درست میکنه. چیه؟ بینشه، اون نوره. میگه یا ایها الذین آمنو اتقوا الله، تقوا داشته باشید. مثل اون برنجشناس قدر میره تو مغازه، نگاه میکنه، میفهمه، نیازی نیست که امتحانی ببره پخت کنه، میدونه این بار چه باریه. درست میگم یا نه؟ با آدم حرف میزنه، حرف برای داننده اون حرف. یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و آمنو برسوله یؤتکم کفلین من رحمته. ای کسانی که ایمان آوردید، خب تقوای الهی رو پیشه کنید، مراقب باشید و به رسولش هم ایمان بیارید تا خدا شما رو از رحمتش دور نکنه. و یجعل لکم نورا تمشون بهی و یغفر لکم والله غفور رحیم. خدا به این واسطه نوری به شما عطا میکنه که با این نور به مسیر بهشت راهنمون میشید. یعنی افزایش ایمان ملازم با تقواست. تقوا یعنی همون مراقبت به انسان نوری رو میده، همون مثالی که زدم، چشم بسته پزنده میشه، بوی خطا و گناه رو حس میکنه. اینجا من نباید دست بزنم. هیچ میدونید فردا روز وقتی که اون ملعون صدا میکرد ابوالفضل و میگفت دایی جان، از اون حیث که هم قبیله مادرش بود، جواب نمیداد. هر چه صدا میکرد جواب نمیداد. یجعل لکم نورا تمشون بهی. اون میدونست این ملعون چی میخواد بگه، جواب نمیداد. آخرم جواب داد. باب نوایج دیگه، خدا انشاءالله مشکلات همه رو حل بکنه. آخرم جواب داد، به امر امام جواب داد. قرار نیست کسی تو رو صدا میکنه جوابش رو ندی، برو جواب بده ببین چی میگه. که به امر امام میره گوش میکنه.
چه کیفیتی ایمانش داره. تشخیص داده بود که این چی میخواد بگه. چرا به این تشخیص رسیده بود؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته. لذت میبرید از این چینش؟ حالا اونایی که همه شب همراه باشن میدونن این به چه درجه از اتصال موضوعی رسیده. حالا سعی کردم اون بزرگوارانی که امشب مهمان ابوالفضل العباس هستن هم از بحث بی نصیب نمونند. و یجعل لکم نورا تمشون به، این نور رو داشته. پس شما تقوا که یکی از صفتهای ایمان شد در این مدرسه نو ایمانی، در این مدرسه تحول خواهی، در این مدرسه زدودن زوائد اخلاقی و باورهای کهنه و پوسیده ای رو که باعث ضربه زدن به کیان شریعت میشه، قرار نیست که رو هر چی ما گارد بگیریم که حذفش کنیم. اگر میگیم اگر گفته شده گفتن برای چه، برای مغزهای زنگ زده، خب بله، کسی که در برابر ابی عبدالله صف کشید مغزش زنگ زده بوده که پیام بدی نداره. حالا من از باب معنا و اخلاق دارم میگم، حالا یکی از منظر سیاست و جامعه و اینا میتونه برداشتای دیگه بکنه، من کاری به اون ندارم. دارم میگم ما باید برای پاک کردن زوائد درون خودمون، برای قلبهای زنگ زده، مغزهای زنگ زده، طینت آلوده، روش نادرست، یجعل لکم نورا تمشون به این نور برسیم. به این نور چطور میرسیم؟ با بالا بردن کیفیت ایمان در مدرسه نو ایمانی. کرکره این موضوع هم نباید 10 محرم 11 محرم 12 محرم بیاد بیرون. این یک منظومه تربیتی طی سال ما باید قرار بگیره. اونم نه ما، من و شماها، جوانهای ما. حالا دوستانی که الان از طریق مجازی پخش زنده میشنوند و بعد این پادکست ها رو در فضای سایبری گوش میدن، فضای مجازی گوش میدن، این پیام برسه. پس ایمان ملازم با تقوا زمین ساز رحمت خداوند میشه، ایجاد نور میکنه که باهاش بتونه اون نور رو مشی خودش قرار بده که ره به خطا نبره. یه بعد دیگه آوردن اگر میخواهید، حالا تا اون جایی که زمانم به من اجازه بده اینو مطرح میکنم، ادامهش هرچی موند میگذارم برای شب بعد که خب شبها شب توسل هم هست. سکینه است. سکینه یعنی چی؟ آرامش. آرامش جاش کجاست؟ در قلب. چه کسانی بازنده میدان نبرد میشن؟ چه کسانی بازنده میشن؟ مضطربان، مرددان، ندونن چه انتخابی کنن، کجا چه گامی بردارن. سکینه یک حالت قلبی و سکون نفسانیه، از ماده سکون میاد، برخلاف حرکت.
یعنی کسی که در مجرای انتخاب مسیر حق و درست قرار گرفت ساکن بشه، مردد و متحرک نباشه. مثل همون پیام یاران حضرت چی بود؟ همون نفری که 13 وقتی که کشته شد دیدن 13 تیر به غیر زخمای دیگه به جانش نشسته. یعنی هر جا سید الشهدا میرفت خودش رو در برابر اون تیر قرار میداد. میشه مگه؟ یه دونه اینجوری کنم چشماتون میپره، توانه نه سنگ دارم نه نیزه ای دارم، مطمئنید نمیکشمتون. یه دونه اینجوری میکنی ناخدا اون چه نفس ساکنی بوده، چقدر اطمینان و باور به مسیرش داشته که در اون فضا ثابت مونده. سکون، آرامش قلب، یعنی اضطراب باطنی نداشتن، یعنی مردد در تصمیم نبودن. امان از مرددان در تصمیم که عموماً یه جا آقای سید قافیه رو میبازن، بعدم میبازن. در زندگی هامون هم هست، اونایی که تصمیم میگیرن حرکت میکنن عموماً موفق ترن از آدمایی که همش دوست دارن بپرسن و مرددن. در حوزه ایمان هم همین. یعنی هر کاری میکنه با عزم ایمان داره، آرامش قلب داره و ناآرامی و ناپختگی در تصمیمش نیست. با عزم و اراده گام برمیداره. دلیل نمیشه این آرامشش عدم نگرش مسیر حرکتش باشه، بلکه تأمل دقیق هم پیرامون حرکتش داره. با تأمل این آرامش براش تقویت میاره، رشد میاره، تکامل میاره، تحول میاره و خداوند برای افزایش ایمان سکینه و آرامش رو بر قلوب مؤمنین میریزه. چی رو میریزه؟ هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. باشید با من. خداوند آرامش رو بر قلب‌های مؤمنین، پس طایفه مؤمنین هست کیفیت ایمانشون میخواد بره بالا، خداوند آرامش رو به قلب‌های اینا میریزه. لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، بی ایمان نیستن بلکه کیفیت ایمانشون رشد پیدا میکنه. ولله جنود السماوات والارض و کان الله علیما حکیما. همه عالم سپاه خداوند سبحان در زمین و آسمان دنبال کدام نیروی دیگری میگردی و خداوند دانا و با حکمت به این ویژگیه. و شما نگاه کنید، مگه زینب کبرا بی ایمان بود؟ نعوذ بالله. وقتی اون بی‌طاقتی خواهر است، اونم چه خواهر، نه جانور، خواهر،
میاد به بدرقه برادر مهلا مهدا یبن الزهرا. حالا این مال فردا شبه، ولی روزه که نمیخوام بخونم، دارم بحث میکنم. به دست غیبی خودش هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، این رو آرام میکنه. لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، مثلا اونجا آرامش پیدا میکنه، سر میشه. یعنی فتح و نصر اگر میخوای در مسیر بندگی پیدا بکنی، باید به این بصیرت ایمانی برسی. این بصیرت ایمانی هم تو امان با آرامش و عدم تردید در راه و عدم بی‌ارادگی در انتخاب مسیر. این رو به ارمغان میاره. لذا آوردن اول چیزی که پیغمبر برای امتش آورد توحید بود. قولوا لا اله الا الله. چه گفت؟ تفلحوا. اگر میخواید رستگار بشید، اسیر این ور و اون ور و شرق و غرب نشید، بهش تکیه کنید. چون به یگانگی خدا امتش ایمان آورد، نماز و زکات رو بهشون امر کرد. چون بهش تصدیق کردن، حج و جهاد رو بهشون واجب کرد و بعد امر به ولایت علی ابن ابی طالب نمود. حالا که ایمان خودشون رو به واسطه این تکامل عبادت و ولایت رسیدن به یک رشد ایمانی، و هر چقدر به این منظومه باوری و عبادی و عمل اخلاقی و تمسک به شیوه طریقت بعد از نبی یعنی ولایت، هر چقدر به این نزدیکتر بشن، رشدشون میره بالا و مجرای هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، یعنی انجام این چند امور: توحید در باور، نماز و جهاد یا نماز و زکات در عبادت، حج و جهاد در عبادت، ملکات اخلاقی در عمل و طریقت درست برای راهنمایی در ولایت. زادتهم ایمانا، اینها باعث تعالی و رشد ایمانشون خواهد شد. این رو به عنوان سکینه ازش یاد کردن که ادامه این رو به یاری پروردگار اگر زنده بودیم در شب عاشورا خواهیم داشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا در این شبی که متعلق به جناب ابوالفضل العباس ابن علی ابن ابی طالب هست و درخواست میکنیم بهترین کیفیت ایمانی رو رزق و روزی ما بگردان. خدایا آنی و کمتر از آنی ما رو به خود واگذار مکن. خدایا به اسماء حسنات، به کتاب محکمت، به آیات زیبا و نورانیت از تو درخواست میکنیم که به حق ابوالفضل عباس ابن علی ما رو آرامش و سکینه قلبی اعطا بگردان، در مراقبت از دین و آیین خودمون، از مراقبت از ایمان خودمون ما رو به خودمون
واگذار مفرما.